چه اشتراکی بین بحث انتخابات و جمهوریت هست؟ عرض کنم که جمهوری اسلامی دو واژه اصلیه. جمهوری اسلامی مدل حاکمیت انقلاب اسلامی در ایرانه. یعنی اصل اتفاقی که افتاد که نظام‌های سلطه و زور و استعمار لااقل در این کشور کنار برن، اون اتفاقی که امام رحمت الله علیه رقم زدن، گفتن امروز نوبت پیروزی انقلاب اسلامی در ایران است، فردا بیداری اسلام، پس از اون تمدن بزرگ اسلامی، اون پنجگامی که رهبر انقلاب میگن انقلاب، نظام، دولت، جامعه و تمدن اسلامی، همه اینها مدل پیاده شدنش در کشور ما به قالب جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی دو واژه است: جمهوریت و اسلامیت. جمهوریت یعنی حضور مردم، جمهور مردم. اسلامیت یعنی نقش آفرینی اسلام. حضور مردم چند جا نمود داره، چند جا میشه اینو دید. و اگر بخوایم بگیم که آقا تجلیگاه های جمهوریت کجاست، در چند تا نقطه، کمان که اسلامیت هم چند تا نقطه داره. از جمله نقاط اصلی این جمهوریت میشود انتخابات. دیگه کجاست؟ در راهپیمایی‌های هدف گذاری شده، مثلا 22 بهمن، روز قدس و امثال اینها. دیگه کجاست؟ در اون جایی که حاکمیت نیاز به نقش آفرین مردم داره، بحران‌های شدید مثل فرض بفرمایید مثلا سیل و زلزله و امثال اینها. این نقش آفرینی مردم در عرصه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی میشود تجلیگاه جمهوریت. یعنی اگر ما ادعا میکنیم که جمهوری اسلامی هستیم، یکی از تجلیگاه‌های اصلی این جمهوریت میشود انتخابات. توی جمهوری اسلامی سعی شده در هر چقدر که میشه حوزه انتخابات گسترده بشه. یعنی از انتخابات مجلس خبرگان که تعیین کننده و ناظر بر ولی فقیه هستند، تا بیاید ریاست جمهوری، تا بیاید مجلس شورای اسلامی، تا پارلمان شهری شوراهای اسلامی شهر روستا، مردم نقش آفرینن. لذا جمهوریت رو میتونیم خیلی بگیم، یعنی به این نگاه که نماد، یکی از نمادهای اصلیش در انتخابات هستش.